محترم رهبران کارمندان سایه تندرستی، پس از ملاقات امروزه ما بررسی واقعی وضع جاری که کارمندان سایه تندرستی در برطرف سازی آن نقش اساسی دارند، اینچنین راه‌های حل مشکلات موجوده و وظیفه‌ها برای دوره نزدیکترین و مرحله‌های میانبرده میباشد. مردم کهن‌بنیاد تاجیک مثل ابوعلی میسنا، ابوبکر زکریای رازی، صدها دانشمندانی را به وایه رسانیدند که آثار آنها تا به امروز اهمیت خود را گم نکرده برای بشریت همچون راهنمای طبی خدمت می‌نمایند. بخصوص خدمت سینای بزرگ در این جاده بی‌نظیر بوده و در زمانش نه تنها برای مردم خود بلکه به اکثر قوم و قبیله ها صرف نظر از دین و مذهب و ارق و نژاد دست مدد دراز کرده است. حکیم بزرگ اینچنین برای شفا یافتن از بیماری های سرایتی بسیار نصیحت های مفید داده است و هزاران نفر آدمان را از وباهای شدید خلاص نموده است. طبیب حاذق در وضعیترین حالتها با مردم مراجعت کرده تاکید کرده است که واهیمه خودش نیمی بیماری است، خاطر جمعی نیمی سلامتی و صبر باشد سرشوی شفا است. چنین اندیشه های امروز نیز از منفعت خالی نبوده، هموطنان عزیز ما و طبیبان می توانند از آن استفاده نمایند. زیاده از 5 ماه می شود که بیماری زکام کرونا ویروس اهل عالم را به نگرانی جدی گرفتار نمود، ولی خوشبختانه کشورهایی که ساکنانشان به این بیماری آخر سال 2019 گرفتار شده بودند اوج آن را پس سر نموده آهسته آهسته محدودیت ها را بیکار کرده و زندگی مقرری برگشته ایستادند. اما برای اهالی کشورهایی که دیرتر به این بیماری گرفتار شدند در آنها تا رسیدن به اوج بیماری و بعداً کاهش یابی آن فرصت معین لازم است. از ماه اپریل سال جاری در کشور ما نیز سرایت یابی به این بیماری رسما به قید گرفته شد که در این باره سروزیر مملکت، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و سردار ریاست تندرستی شهر دوشنبه مفصل گزارش می‌دهند. امروزها هزاران نفر طبیبان و همشیرهای شفقت در بیمارخانه ها در خدمت خلق تاجیک قرار داشتند، حتی حیات خود را به خطر گذاشته به مقابل این بیماری شبانه روزی و فداکارانه مبارزه برده ایستادند و به خاطر نجات شهروندان مملکت تمام دانش و قوت و ملکه و مهارت کسبی خود را سفربر نمودند. طبیبان ما در تشویق اصولهای پیشگیری این بیماری سرایتی نیز فعالیت خوب نشان داده توسط تلویزیون و رادیو و در تمام محلهای زیست ساکنان کارهای فرماندهی را سری وقت آغاز کردند و ورقه‌های توصیوی چاپ کرده میان اهالی پهن نمودند. چنین کارهای تشویقاتی امکان دادند که شهروندان کشور از عاقبت‌های دهشتبار این بیماری سری وقت آگاهی پیدا نمایند و در فکر حفظ سلامتی خود باشند. بنابراین از نام حکومت مملکت شخصا از نام خود به همه طبیبان و همشیره‌های شفقت که در این روزهای وزنین و شهروندان کشور درمان بخشیده ایستادند اظهار تشکر نموده به هر کدامشان پیش از همه تنی صحت و برای کار می‌خواهم، طوری که از تحلیل‌ها برمی‌آید حالت‌های فقر در جمهوری تاجیکستان نسبت به نشاندهنده‌های جهانی از بیماری‌های التهاب شش 0.2%،
سیل 2 سرطان قریب 37 و ویروس نارسایی مسئولیت آدم 17.4% کم می باشد. ما از روزهای اول پیدایش پاندمی کرونا ویروس و التهاب شش در کشور تدبیرهای سری وقتی را برآورده با رهبری سروزیر مملکت ستاد جمهوری را تأسیس دادیم. اینچنین جهت رسانیدن کمک و دستگیری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی فوری در حجم 29 میلیون سومانی مبلغ‌های ضروری علاوه جدا گردیده کار ستاد زیر نظارت شخصی رهبر دولت قرار داده شد. علاوه بر این توسط بستن مرزها، منع پروازهای بین المللی و کرانتین نمودن مسافران از بیرون وارد شونده ما توانستیم مدت پیش راه پهنشوی با سرعت ویروس را نگاه داریم. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که تا حال بجز از رعایت قاعده‌های بهداشتی یعنی گیگین شخصی و جمعیتی دیگر راه ثمرناکی پیشگیری کردن پهنشوی این ویروس وجود ندارد. غیر از این با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دستور داده شد که فعالیت با نظام بیمارخانه‌ها، درمانگاه‌ها، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی را برآورده جهت تأمین آنها با دارواری، تجهیزات زمانوی و مواد غذایی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نماید. برای حل مسائل بی تأخیر مبلغ‌های اولین از حساب بودجه دولتی و فاند ذخیره پرزیدنت مملکت جدا کرده شدند که تا به امروز برای خریداری تجهیزات و اشیاء ضروری طبی و دارواری صرف شده ایستادند و استفاده آنها تحت نظارت قرار دارد. علاوه بر این در خزینه داری مرکزی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با پول ملی و با اسعار خارجی در بانک ملی صورت حساب مخصوص گشاده شده است. تا به امروز به صورت حساب مذکور 11 میلیون سومانی وارد شده، صرف آن با پیشنهاد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی از طرف ستاد جمهوری عملی می‌گردد و مواد از این حساب خریداری شده به بیمارخانه‌ها و شخصان سرایت شده دسترس کرده شده ایستاده است. وقتهای آخر من بارها در مراجعت‌های خود به ساکنان مملکت دائم به وزین بودن عاقبت‌های این بیماری سرایتی اظهار نظر کرده بودم. بار دیگر تاکید می‌نمایم که هر یک شخص از خرد تا بزرگ باید قاعده‌های بهداشتی را در جای کار، جایهای جمعیتی، کوچه و محل‌ها و منزل زیست حتما رعایت نماید و خود را از گرفتار شوی به این بیماری امین دارد. باور دارم که شهروندان مملکت این معیارها و قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کرده برای حفظ سلامتی خود، اهل عائله و هموطنان خویش تلاش می‌نمایند و ما هر چه زودتر از این بیماری رها می‌یابیم. در نوبت خود حکومت مملکت از جمله ستاد جمهوری وظیفه‌دار کرده می‌شود که فعالیت ستاد را جهت پیشگیری کردن و پر از بین بردن این بیماری جانا کرده کمبودی‌های جای داشته را سری وقت برطرف نماید و برای حل مشکلات موجوده تدبیرهای فوری اندیشد. با سروزیر مملکت سپارش داده می شود که از نتیجه کارهای به انجام رسیده توسط واسطه‌های اخبار عامه منتظم معلومات انتشار نماید. مقصد معلومات را دایر به هر شبانه روز چقدر از این بیماری سرایت یافتگان تبابت یافته از بیمارستان ها رخصتی می شوند و چقدر بستری می گردد، چقدر ففت داریم که مردم معلومات داشته باشند.
این جای مسابقه نیست. هر چی که هست باید ما معلومات رو به مردم رسانیم. این مریضی را حکومت مملکت نکرده است. این در تمام دنیا، حتی در کشورهای پیشرفته عالم چه حادثه است ما شما شاهد است. تمام مردم تاجیکستان هم از این باخبر است و میداند. غیر از این جهت برطرف کردن کمبودی ها و پیشگیری نمودن پنهشوی منبع این بیماری سرایتی در مملکت تدبیرهای علاوه‌ای زیرین باید تطبیق کرده شد. من در همینجا گفتنی هستم. وقتهای آخر برآمد متخصصان ساحه طب خیلی بهتر شده ایستادن. من در نظر دارم دایر به فهمانیدن معلومات دادن به مردم. اولا وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی فعالیت با نظام بیمارستان و درمانگاه ها، مرکزهای سلامتی و بنگاه های طبی را زیر نظارت قطعی قرار داده برای تامین نمودن آنها با دارواری، تجهیزات معاصر طبی و مواد غذایی و بهداشتی تدبیرهای فوری اندیشد و به سیاست جمهوری جهت حل مشکلات ساحه سری وقتی گزارش پیشنهاد نماید. تاکید می‌سازم که حالا از لحاظ تأمینات یگان مشکلی نیست و ضرور است که در مؤسسه‌های طبی سطح و صفت خدمت رسانی به بیماران باز هم بهتر برآورده شود. در برابر این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه دار کرده می شود که برای آماده کردن طبیبان سیرتشناس و همشیره‌های شفقت از حساب متخصصان ساحه‌های دیگری طبی در هر یک شهر و ناحیه کورس‌های کوتاه مدت تأسیس شود. تأمینات با دارواری، لباس‌های محافظت و مواد ضد ویروسی را در کشور معین کرده رویخط آنها را هر روز با ستاد جمهوری موافقه سازد. طبابت شخصانی را که گرفتار بیماری کرونا ویروس و التهاب شش نیستند توسط دکتران عائلوی در خانه ها برآمده خدمت رسانی و روند طبابت آنها را قطعی نظارت نمایند. یعنی ما در شهر ناحیه‌ای که چنین بیماری نیست ما طبابت دیگر بیماری هایی که هستند آنها را فراموش کردن ما در کار نیست. حتما خدمت رسانی کنیم. اگر در بیمارستان ها شرایط نیست در خانه آنها، در جای زیست آنها، از حال و احوال آنها ما دائما باید با خبر باشیم و کمک رسانیم. برای رعایت قاعده‌های بهداشتی هر یک ساکن مملکت ورقه‌های توصیوی را پهن نماید و کارهای فرماندهی را توسط طبیبان و متخصصان جانا گرداند. در روند پیشگیری کردن و طبابت هر گونه بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری کرونا ویروس ضرور است که با مسئله جلب روانشناسان برای به مردم فهمانیدن مسائل وابسته به رعایت آرامی، ترتیب و نظام، رعایت قاعده‌های بهداشتی شخصی و جمعیتی و ترکیب غذای استعمال شونده و طرز حیات سالم اعتبار جدی ظاهر کرده شود. این بسیار مهم است. حالا بعضا مردم از ترس واهمه و دیگر و عموما خود همین مرحله کمک و دستگیری روانشناسان را طلب می نماید. از حساب عالمان ساحه طب، فیزیک، شیمی، بیولوژی، ژنتیک و دیگر بخش‌ها گروه کاری تأسیس داده سبب و عاقبت‌های این بیماری را معین نمایند و جهت عملی کردن توصیه‌های آنها تدبیرهای سری وقتی اندیش. با مقصد معین نمودن شرایط و سبک نمودن حجت زاری هنگام بقایگیری و استحصال مواد دارواری دایر به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت فارماسیوتی چاره‌جویی نماید. یک جایه با وزارت صنعت و تکنولوژی نو، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، استحصال تجهیزات اولیه طبی، محلول‌های بی‌ضررگردانی و دارواری که از گیاه‌های شفا بخش کشور آماده می‌شوند هرچه زودتر برآماند.
مرکزهای سالمگردانی و دیگر مرکزهای جمهوری ولایتی و شهری و نایوی ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را وظیفه دار نماید که فعالیتشان را در سمت پیشگیری کردن بیماری‌های سرایتی میان اهالی پرزور گردانند. با جلب عالمان و طبیبان و متخصصان بلند اختصاص توسط شبکه‌های تلویزیون و رادیوی مرکزی و محلی منتظم برنامه‌ها تشکیل کرده فهمانیدن قاعده‌های بهداشتی و تازگی، طرز پیشگیری و تبابت بیماری‌ها با زبان عادی و با مردم فهما ادامه داده شد. حکومت مملکت، وزارت‌های مالی و علم، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی نو و اکادمی ملی علم‌ها جهت پیشگیری و تبابت بیماری‌های سرایتی نمودهای نو برنامه دولتی هم در داخل و هم در خارج کشور تیار کردن کادرهای ساحه تندرستی، مخصوصاً متخصصان بخش‌های ویروسولوژی، اپیدمیولوژی، ریانیماتولوژی و بازآموزی آنها، همچنین در استحصالات جاری کردن واکسن، مواد دارویی و واسطه‌های محافظت را تهیه کرده در دوام 2 ماه پیشنهاد نمایند. وقت نشان داد من در ملاقات با زیانان مملکت به نزدیکی در کاخ باربد انمی اندیشه را بیان کرده بودم درباره تیار کردن کادرهای صاحبکسب بلند اختصاص چی در داخل و چی در خارج کشور و مخصوصاً درباره رشد علم و معارف و فنهای دقیق. اینا وقت نشان داد که ما در بسیار ساحه متخصصان ورزیده بلند اختصاص صاحبکسب نداریم. نه اینکه در یک ساحتی من درباره تکنولوژی گپ نمیزنم، من درباره استحصال و برآمدن دارویی حرف نمیزنم. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، агенти стандартизация, метрология, сертификация و ناظرات سودا و خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را ضرور است که به 100 تا صفت دارویی وارد شونده دقت اولین درجه داده وارد شدن داروهای پس‌صفت و مهلتشان گذشته را پیشگیری کنند. رئیسان ولایت‌ها و شهرنایی‌ها وظیفه دار کرده میشوند که جهت ادامه دادن و پرزور نمودن کارهای بی‌ضررگردانی، ترغیب و تشویق چاره‌های مبارزه بر ضد پاندمی نو چاره‌جویی کرده، پوشیدن نقاب‌های محافظت را در کوچه و جایهای جمعیتی، مغازه و داروخانه‌ها و بازارها زیر نظارت جدی قرار دهند. به طبیبان و همشیره‌های شفقت کمک‌های مادی و معنوی رسانند و بیمارخانه و درمانگاه‌ها، مرکزهای طبابتی و بنگاه‌های طبی را با دارویی، تجهیزات ضروری طبی و مواد غذایی تامین نمایند و از نتیجه‌های کارهای اجرا شده هر 3 روز به صدات جمهوری گزارش دهند. در نزد اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان جهت تهیه سیستم چاره‌بینی‌های علمی برای از بین بردن بیماری کووید 19 در هیئت طبیبان ویروسولوژ، بیماری‌های سرایتی، کیمیادان‌ها، داروشناسان، داروسازان و تکنولوژها شورای بین اداروی تأسیس داده شد. وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با عالمان ساحه طب و طبیعت شناسی استحصال داروهای از گیاه‌های شفابخش آماده شونده، نقاب‌ها و لباس‌های بی‌ضررگردانی و سانیتری را به طور فوری زیاد نماید و در هر یک جلسه استعداد دایر به کارهای انجام داده شده گزارش دهد. ما در خود تاجیکستان بعضاً همین نمودهای و خودمان در سطح بلند برآورده می‌توانیم. اشیای خام داریم، مثلا همون لباس‌های بی‌ضررگردانی و سانیتری، آنچه که یک وقت استفاده می‌شود. در برابر این مکانیزم تأسیس کارخانه‌های خرد دولتی را عاید به استحصال و تامین کردن بیمارخانه و مرکزهای طبی
با اکسیژن تازه آموخته به سیادت جمهوری پیشنهاد مشخص منظور نماید. رهبران وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و مؤسسه‌های طبی که در آنها گرفتار شدگان این بیماری تبابت میگیرند یا تحت نظارت طبیبان در کرانتین هستند، خراجات و استفاده صرف کارانه مبلغ‌های از حساب بودجه دولتی و فاند ذخیروی پرزیدنت مملکت جدا شده، اینچنین کمک‌های را که از جانب کشورهای دوست و شریکان رشد، سازمان‌های بین‌المللی، صاحبکاران وطن دوست و دیگر اشخاص خیرخواه و سخاوتمند رسانیده شدند تامین نمایند. ستاد جمهوری یکجا با اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا این مسئله را تحت نظارت قطعی قرار دهند. شما طبیبان محترم آن مکانیزم رساندن داروواری که تامین کرده می شود به مریضان نشان دهید با مردم چگونه مریضان چی در خانه چی در بیمارستان از دست طبیب دارو را قبول می کنند. چون که هر گونه آوازهای راست و دروغ را پهن می کنند، معلومات دادن به اهالی، رهبران مؤسسه‌های طبی مملکت مثلا پایتخت مملکت، من بار دیگر آگاه میکنم، تاکید میسازم آن کمک هایی که از جانب صاحبکاران خیلی زیاد من معلومات دارم، هر روز که معلومات میگیرم، هم مبلغ های پولی هم کمک های مادی دیگر، مواد غذایی، داروواری دیگر کمک ها میگیرین، درآمد کردن در کار، بعدن خراجات همه از لحاظ طلبات های زمان و با حجت باشد. یک نفر کارمندی گیم که وای باشد تصادفی نام و مرتبه طبی تاجیک بی‌آبرو میسازد. برابران و مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، رهبران مؤسسه‌های تشخیص و طبابت و هر یک طبیب سپارش قطعی داده می شود که با اجرای وظیفه‌های خدمتی خود با مسئولیت بلند و با وجدانانه مناسبت کرده خدمت رسانی را به اهالی در سطح بلند براه مانند و حیات انسان را که ارزش عالی می باشد همه طرفه حفظ کرده نگذارند که در نتیجه یک حالت فارغ بالی به مسئولیتی یا نافهمی کسی از حیات محروم گردد. آنها باید به سوگند کسبی خود صادق باشند. صداقت خود را در چنین لحظه های برای دولت و مردم کشور دشوار اثبات نمایند و فراموش نسازند که طبیب باید با بیماران معامله خوب داشته باشد، چون که یک شرط مهم طبابت زبان شیرین طبیب است. ما به زحمت شبانه روزی طبیبان ارز میگذاریم و آنها را البته قدردانی میکنیم. من در چندین واقعه ملاقات با کارمندان ساحه تندرستی همین سخنها را گشته برگشته تاکید کرده بودم، باریگر تاکید میکنم. طبیب پیش از همه معامله خوب داشته باشد با مریضان. معامله خوب این گوییم که 50% طبابت است، از بعضا سوزندارو بهتر. دغلی کردن در کار نیست و مخصوصا در مرحله های یاری تعجیلی اولیه وقتی که مراجعت میکنن نزد شما میبین مردم را ناامید کردن در کار نیست، کمک کردن در کار، راه نشان دادن در کار، با کجا مراجعت کردن، با کجا رفتن، در کجا وای کردن، اقلا در مؤسسه شما که جای نیست، اینا ارزش شکایت ها ناراضگی مردم خیلی زیاد است از بعضا طبیبا مؤسسه های طبابتی. ما امروز امکانیت خیلی وسیع داریم برای بستری کردن و طبابت کردن در یک پایتخت مملکت. حالا ما در آن جایی که وای داره در اینجا برای طبابت 500 جای این احتیاطی است. همین روز ما دیده برآمدیم زیاده از 3200 جای اضافگی احتیاطی آماده کرده شده است در یک شهر دوشنبه پایتخت مملکت.
لیکن انشالله ما به این درجه با نمی رویم. این روز ما تحلیل کرده برآمده ایستادیم. پس شوی شدتی گویی که بیماری علاقه شروع شده است. اگر با کمتر کارا را درست برآوریم، زحمت کشیم، من فکر میکنم که در هفته های نزدیک ما به هدف و مقصدهای خود میرسیم. تمام مؤسسه‌های ساحه تندرستی، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه‌ها و شرکت‌هایی که به کشور مواد داروواری وارد می‌نمایند، برای جای کار شبانه روزی گذرانیده شده طلبات اهالی مملکت با مواد داروواری و تجهیزات و اشیاء طبی سری وقت تامین کرده شد. وضعیت به عمل آمده بار دیگر اندیشه و تاکیدهای در ملاقات با عالمان و اهل زیای کشور ذکر گردیده را اثبات نمود. یعنی طبیعت تاجیکستان تمام نمود گیاه‌های شفابخش و برای صنعت داروسازی ضروری را به ما رایگان داده است، ولی تا حال ما کارخانه‌های داروسازی نداریم که در شرایط بسته بودن مرزها و منع رفت آمد با کشورهای خارجی طلبات مردم را قانع نمایند. همگی تحلیل کرده برآمدیم 10% مواد دارویی ضروری در داخل کشور استحصال کرده می شود. خلاص 90% دیگرش این از بیرون وارد کرده می شود. صدها میلیون دلار هر سال. وابسته به این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه‌دار کرده می شود که یک جا با دیگر ساختار و مقامات دخلدار صاحبکاران برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی را تهیه کرده در مهلت 3 ماه با حکومت مملکت پیشنهاد داد. دوره متخصصان ساحه طب بخصوص روانشناسان می‌دانند ترس و واهمه برانگیزنده اساسی اکثر بیماری‌های روحی بوده. انسان در نتیجه تعلقه و هیجان شدید میتواند به بیماری‌های مبتلا گردد که عاقبت‌های آنها از ویروس نو وزن‌ترند. من یک چند مراتبه از روز اول مراجعت به مردم عن همین موقع را تاکید کرده بودم و بار دیگر تاکید می‌سازم. با گروه چنین بیماری‌ها دیابت قند، سرطان، بیماری‌های قلب، هپاتیت و بعضی بیماری‌های دیگر داخل می‌شود. هر یک شخص باید در مورد احساس ناراحتی و پیدایش نشانه‌های بیماری بدون ترس به طبیبان مراجعت نماید تا اینکه تبابت آن هر چیز زودتر آغاز کرده شد. ما در وقت فرماندهی به اهالی به متخصصان عالمان ساحه تاکید میکنیم که ما تنها درباره این ویروس حرف نزنیم. در اینجا میگوییم که پاییز بیماری معینی با آن بیماری های شدید میگذرد که آنها در بدن خود علاقه چند نمود کسلی های دیگر را دارند. از آن جمله دیابت قند، خب بیماری های قلب، فشار بلندی، بیماری های التهاب شوش یا که پریمانیا میگوییم یا که دیگر کسلی ها یا که راه های نفس. لیکن ما توصیه دادنمان در کار است که ما بیمارانی که علاقه سالهای طولانی چنین اذیت میکشند از این بیماری ها چیکار کردنشان در کار، چگونه رفتار کردنشان در کار پیشگیری کرده شود که به همین کسلی گذرنده ویروس که گرفتار نگردند. یا اینکه ما میگیم فربیهی هم یکی از اونایی هستند که کسلی قند و دیابت قند و فشار بلندی و قلب و دیگر را آورده میرساند. لیکن برای پیش رای فربیهی را گرفتن چی کار کردن نمانده کار با مردم فهمانده نمانده کار همینطور نیست. مثل که آیه روز درباره منمی کرونا ویروس فهمانده ایستادیم، یکی سبب هایی که بعضا مریضان سخت شدتناک میگذرانند بعضا حالت های فوت هم است. انا سببش فهمانده نمانده کار که مردم بیشتر با طرز حیات سالم مشغول شوند،
با مشغول ترمیم مشغول باشند، نان را کم استعمال کنند، موادهای غذایی کالریشان بلند را کمتر. یکی از سببهای کسلی‌های دیگر این فربه‌شوی است، به حرکتی است. شما خوبتر می‌دانید سبب پیدایش کسلی التهاب شش یا یکی پنیمونیا چی است؟ یکی اگر شمال کشیدگی باشد، یک آنجا سردی دیگر، لیکن از لحاظ دیگرش به حرکتی بسیار خواب رفتن است. حتی در وقت جراحی طبیبان کوشش میکنند این یا آن اگر مریض بیمار را اگر جراحی باشد هر چی زودتر به پای خیزانند که با پنیمونیا گرفتار نگردند در بستر. انا این مردم فهماندن مونده کار که قدم زنن نکنند. و انمی روز ما تحلیل کرده ایستادم در ولایت ها در بعض شهر نویا عموما این ویروس وجود ندارد. برای چی؟ اساسا نویای کشاورزی هستند، مردم زحمت میکشند، مردم مهنت میکنند، خونشان کار میکند، نه فربی هستند، نه کسلی دیابت قند هستند بیچارهشان، نه کسلی های التهاب شوش هستند، نه با این ویروس گرفتار میشن. یعنی ایمونیتیت بلند دارند، مسئولیتی بلند دارند ارگانیسمش. نیست در بسیار شهر نویای مملکت این ویروس وجود ندارد. یعنی ما در وقت فهماندگی به مردم فهمانیم. ولی یک پرابلم دیگر در جمله یک بیماری فربه‌شوی است که این آورده میرساند به بیماری قند، دیابت قند، با فشار بلندی و کسلی های قلب و دیگر بیماری ها. در وقت سخنرانی فهمانده دادن با مردم همین چیزها را فهماندن در کار، یا طرز استعمال درست مواد غذایی. همه چی را ما داریم برای سلامتی انسان را نگاه داشتن، همه چی استحصال میکنیم و داریم. این میوه تر تازه از لحاظ اکولوژی که طبیعت تاجیکستان و دهقانان پرورش میکنن در بسیاری دولت‌های دنیا نیست. یا لوبیا گیاه، آنچه که برای انسان برای سلامتیش برای عمر دراز دیدنش همه چیش در ما هست. این را با مردم کی بفهماند؟ متخصص، اساسا طبیبان. با سخن طبیب مردم اهمیت میدهد، دقت میدهد، گوش میدهد، رعایت میکند. ما باید باور داشته باشیم که بیماری کرونا ویروس در صورت نبودن دیگر بیماری هایی که حالت های وزین کننده را پیش می آورند تبابت شونده می باشد. می خواهم یک نکته مهم را تکرارا تاکید نمایم. پیدایش و در سراسر عالم با سرعت تیز پهن گردیدن این بیماری اکثر کشورهای مترقی و از لحاظ تکنولوژی پیشرفته و دارای اقتدار بزرگ صنعت داروسازی را در حالت ناگوار و سرگرمی قرار داد. چون این وضع برای ما سبق می باشد و ما و شما را وادار می سازد که با مسئله تربیت کادرهای بلند اختصاص، بازآموزی و تبادل تجربه با متخصصان کشورهای پیشرفته دقت اولین درجه دهیم و در نزدیکترین فرصت دایر بر رشد صنعت داروسازی کشور تدبیرهای فوری و مشخص اندیشیم. زیرا در چنین شرایط وزین و حساس کسی در فکر کسی نیست و طبیعی است که در چنین حالتها هر یک کشور با حال مشکلات خودش بند میشود. کی پروایی کی دارد؟ اکثریت دولت‌ها بین یکدیگر سردار را بست. بسیارش از همکاری ها کردن دست کشید. حتی کمک کردن با یکدیگر. یعنی ما گفتنی هستیم که پیش از همه ما خودمان قوی خودمان را خورده نمانده کن. برای همین هم در سیاست رهبر دولت از روز اول تا امروز از زمان استقلالیت در مد اولین درجه این رشد نیست شاههای علم و معارف بیستد. یعنی معنای آن را دارد که ما در مملکت باز هم میگویم در یک جایی ما برای تربیت کادرها متخصصان از زینه تحصیلات از باغچه سر کرده تا زینه سطح بلند بین یا دقت اول درجه دیم و تمامی
ذخیره و امکانیت ها را سفربر کردنمان ضرور است. و ببینید امروز دوستان عزیز، تمام دنیا پیش از همه خانه خدا را بستند، مسجد ها را بستند، افطار کردن بستند، تراویح کردن من کردند. همه به خاطر چیه؟ به خاطر امنیت سالم نگاه داشتن ملت و خلقهای خودشان. یعنی مسجد کی می رود؟ مسجد آدم سالم، فردی سالم می رود. بهترین کادرها را گیریم، باز آموزی روان کنیم، بهترین کادرها را تربیت کنیم، چی در داخل و چی در خارج، همه طرف دستگیری کردن نکن. طوری که مشاهده های سالهای آخر نشان میدهند تغییر یابی اقلیم سیاره و در نتیجه آن با وجود آمدن فلاکت های گوناگون طبیعی و تکنوگینی از جمله آبخیزی، خشکسالی، فرآمدن یخ، آبشوی با صورت پیریخ‌ها و دیگر حادثه های نامطلوب باعث با وجود آمدن بیماری های گوناگون شده ایستادند. احتمال می رود که یکی از سبب های پیدایش بیماری کرونا ویروس نیز همین عامل ها به شمار می روند. بنابراین اعتبار جدی دادن به مسئله های حفظ طبیعت و نگاه داشتن تازگی اکولوژی وظیفه مهمترین تمام انسانیت از جمله مردم ما می باشد. من در مرحله پیش برآمده گفتم کرونا ویروس میگذرد. انا بر روزهای وزمین در فصل تیرما زمستان در پیش است. برای چی؟ در اکثریت دولت‌های دنیا خشکسالی است. خشکسالی، کم‌آبی در بسیار دولت‌ها. سوختارهای شدید، آبخیزی، همه این به چی آورده میرساند؟ همه این با آن آورده میرساند که حجم استحصال محصولات غذایی در دنیا کم میشه. با استفاده از فرصت مناسب برای انسان همه ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها سپارش قطعی داده می شود که در مرکز ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌هایی که بیمارخانه کسالی‌های صحتی ندارند با جلب صاحبکاران با ننگ و ناموس هرچه زودتر به بنیاد چنین مؤسسه آغاز نمایند و آنها را تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی با تمام تجهیزات ضروری طبی به استفاده سپارند. سروزیر مملکت رئیس ستاد نوشته گیرتان از پگاه سپارش در همه شهر و ناحیه‌های مملکت وابسته به شماره اهالی یک زمان همین مرکزهای کسالخانه‌های سرایتی انفکسیونی در قریب همه شهر و ناحیه مملکت وجود دارد. ایرا برای ماندن در کار است. کرونا ویروس لیکن دیگر کسالی‌های سرایتی است که این هر سال در ما کسالی‌های سیل داریم. هر سال کسالی‌های از ماه سپتامبر تا ماه اپریل زکام موسمی ABC گیپاتیت داریم، یعنی سرپرمی. با دیگر کسالی‌ها داریم، یعنی مثل بنامین که تمام دنیا را در حیرت گذاشت. تمام دنیا دولت‌های حتی پیشرفته. حالا بسیار من تحلیل کرده می‌برم در جهان چی است. در تمام دولت‌های دنیا از شماره مریض شدگان، کسال شدگان همین با همین ویروس همگی 26% بستری شدند. در روسیه 28%. دیگر در خانه ها یگان دولت دنیا امکانیت ندارد که همه مریض شدگان را بستری سازد. به این نگاه نکرده ما چنین شرایط مهیا کنیم. حالا هست داریم ما زیاده از 50,000 رخت خواب داریم یا که جای خواب در مملکت در بسیار شهر نایا پرابلم جدی نیست، لیکن باز هم بنیاد کردن ما در کار در یک جایگی با صاحبکاران حاکمیت های محلی با مردم در ظرف یک سال اقلا برای 100 جای برای 150 جای اهالی در نگاه کرده برای 40-50 جای با تمام شرایط ضروری. باور دارم که ما با عملی نمودن تدبیرهای ذکر شده
پیش راه پنجشنبه میانبرده این بیماری سیراتی را میگیریم و برای هموطنانمان فضای مساعد یا آرام آسوده را مهیا نموده با کارهای بنیادکاری مشغول میشویم و تاجیکستان عزیزمان را باز هم آباد و سرسبز میگردانیم. همچنین میخواهم سپاس خود را به مردم شریف تاجیکستان بیان نمایم، زیرا میبینم که ساکنان مملکت از پایتخت سر کرده توصیه های طبیبان و متخصصان را رعایت کرده ایستادند. در حالی که ما کرانتین اعلان نکردیم، شهروندان ما با رعایت طلبات بهداشتی و ترتیب و نظام با پسشوی شدت بیماری کمک کرده ایستادند. تحلیل ها هم نشان میدهند که وضعیت رو به بهبودی آورده ایستاده است. هر یک ساکن کشور را ضرور است که به خاطر هر چه زودتر برطرف گردیدن این بیماری رعایت قطعی قاعده های بهداشتی را ادامه دهد. بار دیگر تاکید میکنم که سلامتی هر یک شخص پیش از همه در دست خود اوست و تبابت بیماری نیز در صورت همکاری مردم با طبیبان نتیجه نیک می‌دهد. ما باید هرگز رو افتاده نشویم و کوشش کنیم و باور داشته باشیم که با تلاش و مبارزه متحد و سرجمعانه البته از این وضع دشوار می‌براییم. من در سخنرانی‌های خود بارها گفتم و امروز بار دیگر تکرار میکنم که زندگی از روز تولد تا دم واپسین عمر انسان مبارزه است. در این مبارزه شخص دستبالا می شود که اراده قوی و امید به فردا داشته عقل و ذکاوت، دانش و تجربه و ملکه و مهارت خود را استفاده میبرد. مردم تاجیک حتی در زمان استقلال دوره‌های از این بیماری چندین برابر وزن‌تر را پس سر کردند. دلپرانه ابراز می‌دارم که این مرحله مشکل را نیز با سری بلند سپری می‌کنند. همچنین با اطمینان اظهار می‌نمایم که طبیبان ما از عهده حل دشوارترین مسائل می‌برایند و در پیشگیری کردن پهشوی میانبرده این بیماری و تبابت آن نیز با کمال مسئولیت و احساس گرم انسان دوستی غالب می‌برایند. در آخر با همه شما طبیبان و همشیره‌های شفقت برای کار آرزو می‌نمایم رهبر دولت همیشه با شما و در فکر دستگیری شماست. ما همه یک جا در این مبارزه حتما دست بالا می‌شویم و سالمی مردم کشورمان را تأمین می‌کنیم. سلامت و سربلند باشید.